دلوش دلوش منات کو اوره واه وجدر واه بیا بنی بیلی ها وجدر بونگاب دلوش سک ظاهرن مرچی بونگاب طالبن پاکستان پوجی ای اس آی چوکو تم بعد تو شریعت یارگه گرد تو ای پوجی مزنی سروک دروش شرابی و حرامی هست تو گرد چه همودو شروع بکن بله دلوش بیاریم اصل گپی سرا دلوش بایدن پیش چه گچین کاری ها همی گوشگت که من ای ترامپی چستی ایران دار کنم و مهما که خدایی که امریکا پیسر بیتک دنیای که خداییم یکی نی واجه کار سرپد بکن که با این که خدایی ها ذمهواری هستن تو چیرکا دیمایی روی گو طالبا پاکستان آرمی چوکو ہیں تو گناهی گوشه که امریکایان اما کوشان گو هرچی کنه بکن و خلت محلوک مردم ها دلواش کجام انسان قبول کن نوکی مردم گندگه چوک جنین چوک اسکول وانگ یہ داره آی داره درستان یکی چادر سرین یکی نلوٹی سران نکن هنگیم وحده اتحاد دلوش تو برگرده 1400 1000 ساله پشتا تو گو کجا ملکا بغیر ما ناروایینا دیگه تو گو کجا ملکا تو بغیر این ملکی چستی ایرانا رابطه مانا تو چون زندگ به تو چون دیماره به بچار دلوش مروچی یوروپ و آمریکا و دیم رفتگی ملکانی توکا که شراب وارد که تریاک و هیروین و یی و و کوکاین کن آیا وحده گوست نظر 950 و 60 گپ نیند 70 که آیا پا دیگه چمی بچارن که ای چوشین آهن مروچی این مردمان نادرا مریض زانند این مریض این نادرا گوشی که بهای هکن کشینی که کشی هم کشینی نچونی کنه 20 سالگی جنه جاگاهی کاغذی سرا دید 18 سالک نوشته گرد که 18 ساله جنه هر کس لوگا ها جست نگرم ماته پته نکاحی کنن گو طالبی که آوانی مردم تفنگی برده یعنی واقعی مرچی انسان انسانیت گو ایشان نزدیکی هستن مردم افسوس ارمان بی دلوش که مولا برادر کسان سیاسی دفتری سروکن که یک بیانی که من مطمئنم که ایشی وطی گپی نه دیگری دپا داتا چی گوشت گوشی پتان انگریزی هیچ بر نسیکت آیا مقصد می وحدن که انگریزی زبانی ملکا و آمانی ملکا بیتگن پتان هیچ بر گوشی انگریزی نسیکت بله انگریزانش شرین سبکی داد یعنی واقعی مردم تو انگلیسی سکت کنه شو تیوری مردم شما وقتی نام نوشته کنه لکه نزانه بس شما زانه که این مردم جاهلیت ها استعمال کنه کار مرز کنه هم زرین تو هم 5 6 جنین تو هم ادان و هم ترش گوشته که آخر هم تر 70 داده هم رو پس مولا دیگه چی لوٹی بله افسوزی گپه بعدی که ما زرنجی نام آگرین که زرنجش گفته سه 4 گالن کرپکر یرش کنه یک زاندکاری که ممکن زاندکاری مردمی زان که یک
علاقه چون شهرها یک مرکز سنتری گرگ ببید چین چوک ناروانی کار بید چین چوک چوک جنک بید چین چوک کشک بید چین که بد اخلاقی و بد رفتاری و با ما سلترین کاران بکنن اگر گپن اما معلوم مردم بود نه سرپدین که دیم رویه یاری دیگه گپی آو باید و گوشگین که من ای کنم ای لوٹو بله افسوس گپند که همه امریکن گویی بی 52 گویی ساتلیدان کم بهتان شما دلوش یکی نیشان سرپد بکن تو گندگی که روگن تو پزدران جا و هرات و یه شهر و شهر 5 و 10 گاڑی ماشین نه آیا صدانی هزارانی ماشین سوارن تو پادانی یا این چوک موچی هن تو همادی که هنگت دیم و نیاد کر نرسته تو بجینی شو و پدا حال این گوشگن که ها چیزی روچه این که جتگن تش بمبش هم جتگن بلکه همادی جنن که ای زانن که ای شهرها ای جاگاه جنگن گوشا جاگاه خالی کنن یعنی یکم موقع مردم نظام چی بگوشی پچی وقتا مطمئنه نه بل امیدند که می محلوک می مردم انسان بلوچ پتان در جالی هر دلوش که بودم می 4 و 5 نه هند که 4 و 5 قوم ببند ما همین زودتان یا جاگاهی بل من بهیال اون 18 20 گیشد که مختلفین قوم هست و بله ای پتان و ازبک و هزاره و پشتون و دیگه بلوچ شان زبان وتی وانی نمت وتی زبان ها رسمی ای زبان هایی که را وانی نک بیت او برحال نوکی ملک مطلب یعنی حکومت نوکن گویی جاوران گویی مردمان دود رو بیدگان برحال چوش کارن که مردم بلوٹی نبید بل هر چون ببید باز شرن چکرگری ملکان سک دماترات که سک شر بیتر امید که معلوک سرپل ببند ملکه معلوک مردم کرگوار امو ایدگه کماش و زوراوری ملکان که واقعی حقیقتش این که اما هر چونس بزدک ببند آوانی اثر به شما کرگوار هم که سر بید من دراج کشی نکنون که من چیزی که سوال کتا که موضوع سر گپ کنون بله سک دراج کشی بید زندگ باتد واشدل باتد